سلام دوستان، اگه تو هم علاقه‌مند به کسب درآمد از گوشی هستی حتما تا ویدیو با ما همراه باش، چون اومدم که بدونی از طریق روبیکا کسب درآمد کنی. فقط قبلش کافیه که این ویدیو رو لایک کنی و یه کامنت مشتی هم برامون بذاریم. ما هر روز در طرفند آموزشی این ویدیوها رو میذاریم. حتما کانال رو دنبال کن که از این ویدیوهای بیشتر ببینی. بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، بهترین و مطمئن ترین راه برای کسب درآمد از طریق ایران همین دوتا اپلیکیشنه که شما میتونید از آپارات روبیکا استفاده کنید، که من هنوز توی آپارات به درآمدزایی نرسیدم. وقتی رسیدم اون موقع میام بهتون آموزش میدم، ولی الان من توی روبیکا کسب درآمد داشتم و واقعا مطمئن ترین راهه. شما از دو طریق میتونید از روبیکا کسب درآمد کنید: یک، کانال پیام رسانی و دو، پیج روبینویی. حالا این دوتا چجوری؟ شما میاد یک کانال میسازید و براش مشترک جمع میکنید و باید درباره یک چیزی باشه، مثلا فیلم سینمایی باشه، بازی ها باشه، بالی باشه، خبری باشه، هر چیزی باشه. ولی کسب درآمد ازش چجوریه؟ باید بگم که اگر یه نفر بیاد یک گیگ از چیزهای توی کانال شما رو دانلود کنه، به شما 500 تومن یا نصف 1000 تومن تعلق میگیره. بیاد مثلا اگه یه نفری بیاد یک گیگ اینترنت داخل کانال شما مصرف کنه، به شما نصف 1000 تومن تعلق داده میشه. مثلا اگه 10 نفر بیان یک گیگ از کانال شما چیز دانلود کنن، میشه حدود 5000 تومن. 100 نفر بیان میشه 50000 تومن. برای همینه که کانال سینمایی توی روبیکا زیادن که شما بیاید سینمایی های زیادی دانلود کنید و بتونید راحت اینترنتتون اونجا مصرف کنید و به اونا پول تعلق بگیره. از این طریق میتونید شما کسب درآمد کنید. و چجوری مشترک جمع کنید؟ اینه که شما باید تبلیغ کنید. تبلیغ چجوریه دوستان؟ این باید یه ویدیو جداگانه براش بسازم که خیلی مهمه این بحث و نمیتونم دهنی بهتون توضیح بدم، ببخشید. ولی روش دوم خیلی مطمئن‌تر و راحت‌تره دوستان. مطمئن ترین چیز پیج روبینویه و بهترین و راحت ترینشونه. ولی برای کسب درآمد میتونید از پیام رسان بیشتر دریافت کنید، ولی تو این زودتر بهش میرسین و راحت تره و بدون هزینه تره و انقدر سختی نداره. شما فقط کافیه که یه پیج بزنید، از اینجا براش شخصیش سازیش کنید و از این کارا بکنید. و خلاصه من الان خبر فوری میذارم، خبر جنگ میذارم. شما برید یه موضوعی برای خودتون پیدا کنید که از اینجا لیستی از موضوعات خود روبیکا براتون میاره. اخبار حماسه این برترین کاری بهش نداره. فروشگاه هم که ما فروشگاه و چیز نداریم، کاری بینه نداره. میدونید در حوزه آشپزی، فیلم و سریال، ورزشی، موسیقی، مذهبی، دانستنی، حتی مثلا چیزای خوب شما بتونید فعالیت کنید. این یا حتی میتونید برید پستای یک بلاگر رو بیارید اینجا بذارید که خیلی راحته. شما بعد از تمرین و استمرار و پست گذاشتن میتونید به درجه برسید که به ویترین برید. پستای شما میاد این دورو برا و برای شما بازدید میاد و فالوور میاد و خلاصه دیگه فقط به این بستگی داره که شما فعالیت کنید و فعالیت منظم داشته باشید. در یک روز حدود 20 تا پست بذارید. صبح 5 تا بذارید، ظهر 5 تا، اینطوری خلاصه تا شب 20 تا بذارید که خیلی میتونه کمک کنه. حتما از هشتگ هم استفاده کنید. مثلا هشتگ رو اینجا نگاه کنید، اینا هشتگ مرتبط با موضوعتون هم باشه. خب دوستان، این خیلی برای شما مطمئن. من هنوز 925 تا هم پست گذاشتم ولی هنوز نرفتم اکسپلور، ولی رفیقم با 200 تا پست رفت اکسپلور و الان حدود 17k فالوور داره. من 925 تا گذاشتم و نرفتم و چیزی حدود 40,000 تومان روزی به دست میاره. خب دوستان، این بود از آموزش کسب درآمد از روبیکا. اگه به کسب درآمد راحت تر و مطمئن تر علاقه‌مندی، من یک برنامه دیگه برات آوردم که فقط کافیه فالو کنی و منتظر ویدیو بعدی ما باشی که من از اون برنامه رونمایی میکنم و اون دیگه بهترین کار و بهترین راه کسب درآمد برای شماست که خیلی هم راحت تره. فقط کافیه که کانال ما رو فالو کنید و از ویدیو بعدی ما با خبر بشید که
توی این ویدیو براتون یه راه بسیار راحت کسب درآمد گذاشتم. خدا نگهدار تا یه ویدیو بعد.